با عرض سلام به بینندگان گرامی، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. نگرانی کمیته حمایت از خبرنگاران از فشار به پیوندان انور سرکار و خبرنگاری مستقل در تاجیکستان، شرایط سخت نگهداری مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه روسیه، شماری اهالی در تاجیکستان به 10 میلیون نفر میرسد. درباره همین موضوع چند دقیقه بعد با شما صحبت خواهیم کرد و همچنین درباره قرب اسعار و محتوای برنامه امروزه اخبار آزادی هم میگوییم. مقامات تاجیکستان از احتمال تصفیدن هوا در ماه ایول خبر می‌دهند. به گفته اداره هواسنجی، حرارت ماه آینده در دوشنبه از 40 تا به 44 درجه می‌رسد. در ولایت ختلان هوا تا 45 درجه می‌تصفیده است. در شمال کشور نیز حرارت بسیار بالا می رود. عین زمان در تاجیکستان هوا بسیار گرم است و در بعضی از گوشه های کشور به 40-43 درجه می رسد. طبیبان به بیماران و کودکان و نورسان و سالمندان توصیه می دهند که در این روزهای گرم احتیاطکار باشند و بدون ضرورت به بیرون نبرایند. کمیته حمایت از خبرنگاران از حکومت تاجیکستان خواست به آزار و اذیت انور سرکار و خبرنگار مستقل تاجیک خاتمه دهند و بگذارند تا مطبوعات مسائل حساس را آزاد انعکاس کنند. در بیانیه این سازمان حامی حقوق خبرنگاران که روز 29 ایون نشر شد، آمده است فشار به خویشاوندان انور سرکار و برای فاش کردن منابع خود یک قدم نگران کننده دیگر برای راه ندادن به انعکاس مستقلانه حادثه های بدخشان است. روز 27 ایون مقامات انتظامی مادر و برادر انور سرکار و را که ناآرامی ها در بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد، از خانه‌شان در دوشنبه با خود برده بعد بازپرسی رها کردند. انور سرکار و گفت مقامات از این راه می‌خواهند به او فشار بیارند تا درباره قانون شکنی ها در بدخشان ننویسد. ماه اوگوست امسال تاجیکستان به صف کشورهای داخل می شود که نه کمتر از 10 میلیون نفر اهالی دارند. مقامات می گویند که ماه آینده طفل تولد می شود که اهالی کشور را به 10 میلیون نفر می رساند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که اهالیش با سرعت می افزاید و حکومت گفته است که قادر به تأمین اهالی با سرعت افزاینده با جای کار و امکانیت را ندارد. بانک جهانی هم سال 2018 گفت سرچشمه درآمد بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان محدود است و عائله بزرگ برایشان سرباری می شود. بر اساس آمار رسمی، اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 12% یا 200,000 نفر زیاد می شود. لباس سیاه و دعوتی نبودن سبب آن شدند که یک زن سال خورده به تجلیل روز وحدت در ناحیه سپیتامین راه داده نشود. علاوه بر این، او با گمان سرکشی از اطاعت به پلیس بازداشت شده. میگوید در اداره امور داخلی عذاب و شکنجه دیده است. من هم تو قپیدو ماشین به شنونده من یک زد سرم به همجا به بخال شدم. من برده عادل به همونجا هم غلطیدم، عادل به در آوردم، من چنان نام زدم. من چی گناه کردم که من میزند؟ پلیس بازداشت را تصدیق ولی شکنجه را رد می کند. تفصیلات بیشتر را درباره قضیه این زن در برنامه اخبار آزادی ببینید که بعد از 3 ساعت دیگر پیشنهادی شما می شود. پیمان نظامی ناتو روسیه را بنابر حمله بی‌دلیلش به اوکراین خطر سخت‌ترین و مستقیم به اعضای خود نامید. رهبران کشورهای عضو روز 29 ایون در مادرید جمع آمدند تا به گفته دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ با بزرگترین بحران پس از جنگ جهانی دوم مقابله کنند. اعلامیه ناتو نشان می‌دهد که چگونه تهاجم روسیه به اوکراین نظام امنیتی اروپایی پس از جنگ سرد را به هم زده است. اعضای ناتو همچنین وعده دادند که حمایت سیاسی و عملی به اوکراین را در مقابله با روسیه تقویت می‌بخشند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراجعه ویدیویی بر رهبران کشورهای عضو خواست به اوکراین اسلحه موثر بدهند و برای شکست دادن روسیه کمک مالی بیشتر کنند.
و بیش از 40 مهاجر تاجیک شب 29 ایون را در اداره پلیس کالوگای ولایت مسکو روز کردند. در نواری که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که آنها در شرایط سخت نگهداری می شوند و در روی فرش و بتون حولی اداره پلیس خوابند. یک مهاجر به رادیوی آزادی گفت که حجت‌های آنها برای کار در روسیه درست بود، ولی پلیس به دلیل 24 ساعت آنها را در چنین شرایط نگه داشت. مقامات پلیس کالوگا این حادثه را شرح ندادند. مهاجران را بعداً رها کردند. شکایت از بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه و بازداشت به اساسی آنها بسیار زیاد است. جلسه 11 سازمان همکاری‌های اسلامی شهر خیوه ازبکستان را پایتخت سیاحی جهان اسلام اعلام کرد. در این باره وزارت سیاحی و میراث فرهنگی ازبکستان خبر داد. با پایتخت سیاحی جهان اسلام اعلان شدن خیوه اکنون نشست و چهاربینی‌های مهم جهانی از جمله جلسه وزیران و رهبران مؤسسه‌های سیاحی 57 کشور در این شهر برگزار خواهد شد. برای صاحب شدن به عنوان پایتخت سیاحی جهان اسلام 5 شهر ابودابی، شانلیورفه، لاگوس، دوشنبه و خیوه رقابت می‌کردند. بیننده عزیز، حالا فرصت اعلان قرب اسعار خارجی در تاجیکستان است. امروز 30 ایون بانک ملی قرب 1000 روبل را 177 سومانی و 3 درم تعیین کرده است. $1 امروز 10 سومانی و 55 درم و نرخ 1 یورو اندک بیشتر از 11 سومانی است. اما این قرب رسمی اسعار خارجی بود. در بانک‌های تجارتی ممکن است ارزش روبل و دلار کمی فرق کند. دوستان عزیز، تشکر برای همراهی. نشر نوبتی سرخط رویدادها به پایان میرسد و شما را بعد از چند ساعت دیگر در برنامه اخبار آزادی انتظار میشویم. تا دیدار بعد 3 ساعت.